أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك مسلكهم ونهج منهجهم من الكتاب والسنة إلى يوم الدين. اما بعد. امروز ما و شما از آیت 154 سوره البقره شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا و مگویید لمن برای کسانی که یقتل و کشته می شوند فی سبیل الله در راه الله سبحانه و تعالی، یعنی در جهاد در راه الله، وقتی اینا کشته می شوند و به شهادت می رسند، بر از اینا نگوین اموات مردگان، اینا را نگوین که اینا مرده هستند یا فوت کردن، بل احیاء، بلکه اینا زنده هستند، ولکن لا تشعرون، ولکن شما زندگی از اینا را احساس کرده نمیتونین. در قرآن عظیم الشان دو قسم آیات است. بعضی از آیات است که در مورد شهدا میگه که تمام انسان ها میمرن، که شهیدا هم از جمله از اینا هستند. پس وقتی که الله متعال میگه که کل نفس ذائقة الموت، هر صاحب نفس امو مزه مرگ میچشه، و همچنان آیاتی است که میگه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام. پس اینجا میگه در روی زمین کل چیز فانی میشه، و در این آیت میگه که نگوین که اینا مردن فوت کردن. علمای و مفسرین کرام بین از این آیات تو جمع میکنن که زندگی دو قسم است. یکی زندگی فانی است که زندگی دنیا هست، زندگی محسوس است. پس شهدا با حساب زندگی دنیایی ما و شما اینا فوت میکنن، رحلت میکنن، از اینجا میرن به سرای دیگه که عالم برزخ هستن. بنان اینا زندگیشان در عالم برزخ است. و آیاتی که میگه که کلگی فوت میکنه یعنی از این دنیا انتقال پیدا میکنه. و او آیاتی که میگه که بر از اینا مرده نگوین، یعنی مرده حقیقیه که بیخی و نابود شوه و هیچ نباشه. پس الله متعال در این آیت امیر میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، شما نگوین بر کسایی که در راه الله در صف جهاد به شهادت میرسن، شما نگوین که مرده هستن، مثل دیگه واره هلاک و نابود نشدن، بلکه زندگی دارن که زندگیشان چی هست؟ احیا، زنده هستن. ولیکن شما زندگی از اینا را لا تشعرون، احساس نمیکنین. این درس دیگه عقیده هست. لا تشعرون حیاتهم، شما زندگی از اینا را احساس نمیکنین. چرا احساس نمیکنیم؟ به خاطر از اینکه اونا در عالم برزخ هستن. عالم برزخ عالم غیب است. شما به اعتبار ما و شما شهید فوت کرده، به اعتبار زندگی ما و شما مال شهید ترکه میشه، اولاد شهید چی هستن؟ یتیم هستن. اما به حساب زندگی عالم برزخ از این خاطر اینا زنده هستن. این یک درس عقیدتی میته. کسایی که میگه ما کت شهیدا، کسایی که میگه ما کت شهیدا گپ زدیم و کت شهیدا آمد و کت ما گپ زد و ما امرای از سخن گفتم و شهید آمد در این مجلس، این کلش دروغ است. چرا؟ این آیت قرآن انکار میکنن که الله متعال میگه ولکن لا تشعرون، لکن شما زندگی شهیدا را احساس کرده نمیتونین. به می خاطر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، عن ابن عباس، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما که مفسر قرآن است، این میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لما اصیب اخوانکم به احد، وقتی که برادران شما در احد به شهادت رسیدن، جعل الله ارواحهم، سیکو این شهدای احد ارواحشان الله در کجا گذاشته؟ میگه فی جوف طیرن، در جاغور پرنده های خضرن، پرنده های سبز رنگ، ترد انهار الجنه، که اینا میرن سیراب میشن. امی ارواح شهدا، امی مرغ های سبز رنگ، یا میرن در کجا؟ ترد انهار الجنه، اینا میرن از انهار و از جوهای جنت اینا سیراب میشن.
تأکل من ثمارها، از میوه های جنت میخورن، و تأوی الی قنادیل من ذهب، پس اینا بر میگردن مأوا میگیرن در کجا؟ در قندیل ها، چراغ های طلایی که معلقتن، که ای آویزان هستن، فی ظل العرش، در سایه عرش الهی. فلما وجدوا، سعی این عالم میگه وقتی که امی شهدا یافتن طیب مأکلهم و مشربهم، میگه وقتی که اینا یافتن که چقدر خوب معکل خوبش دارن، چقدر خوردنی های خوبش از در جنت و مشروبات خوبی هست در جنت و مقیلهم و راحت و آسایش خود در جنت دیدن، قالوا من یبلغ عن اخواننا عنا، گفت کی امی حالت ما را برای برادرای ما میرسانه که انا احیان، که ما خود زنده هستیم، فی الجنت، در جنت، نرزق و روزی میخوریم، لئلا یزهدوا فی الجهاد، تا که اینها از جهاد چی نکنن؟ زهد در جهاد نکنن، یعنی از جهاد ترک نکنن، ولا ینکونوا عن الحرب، عقب نشینی در جنگ نکنن. فقال الله سبحانه و تعالی، اینا میخواستن که خودشان بین بر اقارب خود خبر بتن، لکن الله متعال گفت که انا ابلغهم، ما برشان میرسانم، عنکم. فانزل الله تعالی، میگه الله متعال آیت شریف نازل کرد، ولا تحسبن، و گمان مکنین، الذین، کسانی را که قتلوا، به شهادت رسیدن یا کشته شدن، فی سبیل الله، در راه الله، اینا رو شما مرده فکر نکنین. پس شهدا زنده هستند. در کجا زنده هستند؟ در عالم برزخ از جنت استفاده میکنن، از میوه های جنت استفاده میکنن، از باغ های جنت استفاده میکنن، اما ارتباطشان با این دنیا خلاص است، قطع است. چرا؟ اگر ارتباط از این دنیا باشه خب باز بخیزن جهاد بکنن، حتی میخواستن که بیاین، حتی در بعضی احادیث میگه که دوباره میخواین که بیاین چندین دفعه، صدها مرتبه به شهادت برسن. لکن از این خاطر این درس عقیدتی بسیار مهم است. بعضی کسا شیطان در وجود از اینا داخل میشه، بعضی اوقات شیطان ها در لباس رجال الغیب میه و خود بر از اینا شهید معرفی میکنه، باز اینا را به شرک و به کفر و به بیدینی میکشنه. پس الله متعال این موضوع را برای ما و شما بیان کرد. موضوع اعتقادی بسیار مهم. اول، شهید مقام بسیار عالی داره. دوم، شهدا پیش الله زنده هستند. سوم، رابطه شهدا در دنیا ختم است، اینا دوباره به دنیا آمده نمیتونن، ختم شد وظیفهشان. حال وظیفه ما و شما کسایی که زنده هستیم وظیفه ما و شما هست. و دیگه درسی که است که ما و شما بفهمیم که بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولکن لا تشعرون ای انتم لا تحسون، شما احساس کرده نمیتونین حیات هم زندگیشان رو. اگر احساس کنیم، بازی آیت قرآن چی میگه؟ لکن لا تشعرون. بعضی کسا که قرآن رو نمیفهمن، بعضی گپ هایی میزنن که اون مخالف با آیات قرآن است. حالا موضوع دیگر برای ما و شما میگه که موضوع امتحانات است. الله متعال میگه که او مسلمان ها متوجه باشین که ما بالای شما امتحانات میارم. هر امتحان از خود چی داره؟ نتیجه داره. چرا الله متعال حکمت چیست که الله متعال این امتحانات میاره و نتیجه از امتحانات چیست؟ الله متعال امتحانات میاره برای چند چیز. اول به خاطر ذوب معدن است. انسان که است یک معدن است. شما تا وقتی که معدن از ذوب نکنین، این معدن شایسته نمیشه که از یک چی ساخته شود، یک زیور زیبا ساخته شود. پس وقتی که در آتش انداخته شد، سختی ها را دید، بازی ذوب میشه و باز معدن یک چیز بسیار زیبا ساخته میشه. الله متعال این تکالیف برای تشریف آورده. هر مصیبتی که برای انسان میرسه در حقیقت انسان از ذوب میکنه، لکن باز این شرف و عزت میده. پس اول برای ساختن معدن انسان هست این مصیبت ها. دوم به خاطر از این مصیبت هاست که وقتی بالا یک مسلمان مصیبت میایه، اشد الناس بلاء الانبیاء، سختترین امتحانات برای کی هست؟ برای پیغمبرها هست. بعد از او به اولیاء الله هست. باز برای کسایی که به انبیا و اولیاء نزدیکتر هستند، برای از اونا امتحانات زیاد است. سختی ها را میبینن، هفته ها غذا نمیفن، مشکلات زیادی را میبینن، از اقارب و قوم و دوست های خود گپای خراب میشنون، حتی مشرکین و بدعتکارا دشنامشان میتن. این کل مصیبت ها به خاطر چی است؟ که الله متعال مقام و منزلت از او را پیش خود بلند میکنه. شما اگر کدام وقت سرتان مصیبتی به خاطر دین میایه، این به خاطر ازی هست که الله میخواد که مقام تو را بلند ببره، منزلت تو را بلند ببره. سوم،
حکمتش است که معلوم میکنه بندگی بنده های حقیقی را. آیا تو واقعا بنده حقیقی هستی، تسلیم احکام الله هستی؟ بعضی کسا که برشان خوب نعمت ها رسید خوب عبادت میکنه، مصیبت که رسید باز فرار میکنه، باز جزا و فضا میکنه. نه، الله متعال معلوم میکنه، نشان میده که آیا تو بنده حقیقی هستی. چهارم به خاطر از بین بردن گناه هست. هر مصیبت ولو که یک خار فی سبیل الله در راه الله، در راه دین الله، یک خار در پای تو چی شود داخل شود، در مقابل از هم اجر است. این حال فکر کن که تو مرمی میخوری، تو بمباردمان میشی، تو شهید میشی، جسد تو توته میشه، این خب بسیار مقام و منزلت است. پس گناه های انسان به توسط مصیبت ها از بین میره. پنجم تمیز الخبیث من الطیب. الله متعال توسط مصیبت ها انسان های خبیث از طیب پاک، یعنی مجاهد از انسان خوف برده معلوم میکنه. این انسانی که وقتی سرش سختی آمد باز این دیگه همه چیز ترک میکنه. الله متعال میگه لیمیز، تا که تمیز بکنه. ششم مصیبت ها به خاطر ازی است که الله متعال قوت و قدرت خود نشان میده که من قدرتمند هستم و شما ضعیف هستین. الله متعال حکمت دیگه چی است که ضعف انسان نشان میده که تو انسان ضعیف هستی، سعی کن به بسیار اندکترین مصیبت ها چه قسم وضعیتت خراب میشه. دیگه هشتم حکمتش چی است که مصیبت ها میه به خاطر از اینکه انسان التجا الی الله بکنه، لجوء به الله بکنه. و نهمش این است که برش الله اجر میده. و دهمش این است که باز در نهایت مصیبت ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، باز بعد از هر سختی الله آسانی را میاره که این بنده از خوشحال میشه. از نتیجه چی؟ همین مصیبت ها باز چی میشه؟ برای فرح و خوشحالی هم در دنیا و هم در آخرت چی میشه؟ 11 درک رحمت الله متعال است که وقتی مصیبت میبینه باز رحمت الله برای نازل میشه. چرا؟ رحمت الله سر کس نازل میشه. دروازه های رحمت الله وقتی بروی یک مخلوق باز میشه که دروازه های مخلوق بسته شود. سر انسان اینقدر مصیبت بیه که دیگه کل مخلوقاتی را جواب بگویه، از مخلوقات کاملا دلش قطع شود، باز اینجا دیگه رحمت الله سر ازی نازل میشه و دروازه های رحمت الله بروی ازی باز میشه. از این خاطر الله متعال میگه ولنبلونکم، و ما امتحان میکنم شما را به شیء، به چیزی من الخوف، از ترس. از ترس چی است؟ شما اگر ببینید یک نفری که در صف جهاد فی سبیل الله است 24 سال زندگی هزی در خوف و سختی ها هست، شبها خواب نمیکنه. علما میگه خوف ترس های دیگی هم است، انواع مختلف ترس ها هست که انسان مسلمان چی میشه؟ توسط از او امتحان میشه که بزرگترین ترس چی است؟ ترس قلبی هست که انسان مسلمان ولو که در دنیا در یک قصر زندگی بکنه، موترهای زیاد داشته باشه، باز هم قلب ازی بین چی است؟ بین خوف و رجا هست. و خوف و رجا دو عبادت قلبی هستن، عبادت های قلبی. پس انسان الله متعال با چی امتحان میکنه؟ به شیء من الخوف، به چیزی از خوف. والجوع شیء ایره میگه نکیره هست. نکیره که میگه شد عام میشه که هر قسم خوف چیز برای شما شامل میشه. والجوع، و بعضی اوقات انسان گرسنه میشه، برش امر شده که شما روزه بگیرین، ماه مبارک رمضان، دوشنبه و پنجشنبه را روزه بگیرین، 3 روز از ماه را روزه بگیرین، دیگه روزه های نفلی را بگیرین. اما مردم که هستن حتی در روزه، مثلا در روز عاشورا باید مسلمان ها کلش روزه دار باشن. از ما و شما چی است؟ شوله پختن است و پلو پختن است و خوردن است و چی است؟ یعنی همین امتحان الهی را چی میکنن؟ فراموش میکنن. پس الله متعال شما را امتحان میکنه با خوف و گرسنگی های بسیار سخت. و نقص من الاموال، نقصان اموالتان است. بر شما صدقات جاریه فرض لازم است که صدقات جاریه بکنین. صدقات موقت است، دیگه زکات فرضی هست، دیگه انفاق فی سبیل الله هست. این کل زیر شما باید بکنین. و این مالتان ظاهرا ناقص میشه، اما در حقیقت این مال شما چی میشه؟ یک امتحان الله هست بر زیادت اموالتان. والانفس، و بعضی اوقات شما عزیزانتان از دست میتین، اولادتان از دست میتین، برادرتان از دست میتین، پدرتان از دست میتین، اعضای فامیلتان از دست میتین. در بسیار حالات است. انسان مسلمان مؤمن وقتی که اولادش در راه الله به شهادت برسه یا در راه الله فوت بکنه، این خوشحال میباشه. لکن بعضی کسا را ببینید که به مجرد یک امتحان عادی دیگه وضعیتش بسیار خراب میشه. این حال الله متعال خبیث و طیب معلوم میکنه. و الثمرات، و بعضی اوقات امتحان در میوه هایتان میشه. سر باغ یک نفر یک عذاب میاد،
سر حاصلاتش میایه، از پیش تو در باغ تو عشر گرفته میشه، در مقابل حاصلات تو باید برای الله چی کنی؟ حق الله را بیتی. در اینجا یا کم میشه، بالاخره کلش امتحانات الله هست. الله متعال میگه و بشر الصابرین، و خوشخبری بیتی صابرینم. علما میگه و بشر الصابرین علی الجهاد، و بشارت بیتی صبر کننده ها را بر جهاد، به نصری که بر از اینا کامیابی و پیروزی نصیبشان میشه ولو تأخیر شود. و ثانی بعض علما میگن که و بشر الصابرین، و بشارت بده صبر کنندگان را علی الطاعت، کسانی که در اطاعت الله صبر میکنن اینا را بگو برشان پاداش داده میشه. و ثالث و بشر الصابرین علی المصائب بالثواب، و بشارت بده صبر کننده ها را بر مصیبت ها که بر شما ثواب است. آل منفعت صبر چی است؟ منفعت صبری است که وقتی انسان صبر میکنه تکبر ختم میشه. چرا انسان های متکبر هیچ وقت به مصیبت راضی نیستن، چیخ میزنن و نمیخوان که مصیبت باشن و از مصیبت فرار میکنن، از سختی ها فرار میکنن. پس انسان صابر تکبرش ختم میشه. انسان صابر منفعتش است که انسان صابر که از الله از پیش از او راضی میشه. از چی است؟ وقتی که انسانی که برش مصیبت میرسه این دعا میکنن، تسلیمی خدا به الله بیان میکنه، الله از پیش از این راضی میشه. و امی است که وقتی ما دعا میکنیم و تسلیمی خدا به الله بیان میکنیم و میگیم که چی میگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون میگیم. الله متعال میگه صبر کننده ها کدام مردم هستن؟ الذین کسانی هستن اذا اصابتهم، وقتی که برسد بر زنا مصیبت قالوا میگوین انا لله، ما خاص برای الله هستیم، ای نفوسنا و اهلونا و اموالنا لله، نفس ما و اهل ما، اولاد ما و مال ما کلش مربوط الله هست. لا یظلمنا فیما یصنعه بنا، اگر الله در نفس ما چیز مصیبتی را میاره، در اهل ما میاره، در اموال ما میاره، الله ظلمی برای ما نمیکنه. الله ذات عادل است، رحمان و رحیم است، میفهمه که دیگه چی است؟ خیر ما هست. پس انا لله، ما خاص برای الله هستیم، و انا الیه راجعون، و ما چی میکنیم؟ به الله رجوع میکنیم. در حدیث شریف است رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ما مسلمین، هیچ مسلمان نیست که تصیبه مصیبت، بر از یک مصیبتی برسه، فیقول باز بگوید ما امره الله، آنچه که الله برش امر کرده. الله چی امر کرده؟ در مصیبت چی بگوین؟ انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که برات مصیبت رسید فوراً بگوی انا لله و انا الیه راجعون، ما از الله هستیم و ما به طرف الله برمیگردیم، رجوع ما به الله هست، باز حساب ما میکنه، کتاب میکنه، این کل چیز ما برای الله هست. باز بگی اللهم اجرنی فی مصیبتی، یا الله در مصیبت ما برای ما اجر بده، واخلف لی خیر منها، و برای ما پروردگارا این چیزی که از ما گرفتی عوض خوب از برای ما نصیب بکن. الا مگر ای که اجره الله فی مصیبته، الله متعال برش اجر میته در مصیبتش، و اخلف الله له خیر منها، الله به عوض آنچه که گرفته بر از او بهتر و خوبترش برش میته. این حدیث است، حدیث صحیح است، از ام سلمه روایت شده از عن ابی سلمه در احکام جنایت صفحه 523 هست و گفته حدیث صحیح است. در مشکات المصابیح هم تخریج شده گفته حدیث صحیح است. خب آل نتیجه صبر مؤمنان چی هست؟ صبر مؤمنان چی هست؟ آل الله متعال نتیجهش میگن و اولایی که همی گروهی که به می شکل عادت کردن همی قسم صبر میکنن، علیهم بر ایشان از صلواتون. صلوات است. صلوات چی معنی میگه؟ صلوات جمع صلات است، یعنی الصلاة اسم مشترک المعنى. علما چی میگن مفسرین؟ میگه صلات که است یک اسم است که این معناهای مشترک داره. فهی من الله الرحمه، اگر صلات از جانب الله بود صلوات من ربهم یعنی رحمت است از جانب پروردگارشان، و اگر از جانب ملائکه بود استغفار است، طلب مغفرت است، و اگر از ناس از مردم بود و من الناس الدعا. اینجا گفته صلوات من ربهم یعنی بالای از اینا چی میشن؟ که اینا مستحق حقیقی رحمت الله میشن. همین کسایی که در این مصیبت ها صبر میکنن اینا مستحق چی هستن؟ رحمت است. اولئک علیهم صلوات من ربهم، صلوات است از جانب پروردگارشان، و رحمت است. اینا میگن اینجا خو صلوات هم به معنای رحمت است، این هم به معنای رحمت است. این چطور دوباره تکرار شده؟ میگه فاعادها مختلافها للفظین لانه اوکت و ابلغ. این به خاطر تاکید و به خاطر که معنا خوب در قلب انسان جای بگیره. الله متعال میگه صلوات من ربهم و رحمه،
و رحمت الله و اولئک و همین گروه هم المهتدون. اینن. پس اینجا چی است؟ صلوات من ربهم، اول از جانب الله بالا از اینا رحمت فرستاده میشه. باز تاکید میکنه که رحمت های زیادی الله هست. و دیگه چی هست؟ نتیجه از این مردم کسایی که صفاتشون قبلا ذکر شد، اگر این صفات شما داشته باشین، الله میگه متعال میگه این مردم هدایت شده هستن. اما این کسایی که هیچ میگه دیگه سر ما مصیبت نبید، تمام روز به نام دین دیگه پلاو بخوریم، به نام دین خوراک بکنیم، به نام دین دیگه بالا بشینیم، به نام دین کلگی دستایشان سر سینه می باشه، یا باز هدایت شده نیستن، یا به منفعت خود کار میکنن. از این خاطر گپ نمیزنن که مخالف مزاج مردم باشه. میگن نه کس را خفن اساس، برای هندو هم بگو که دین تو هم صحیح است، برای یهود هم بگو تو هم صحیح هستی، برای کافر هم بگو صحیح است، کمونیست هم بگو صحیح است، مشرک هم بگو صحیح است. هیچ تو گپ نزد کس خفنش. الله میگه اینا نه سرشان رحمت الله نازل میشه و نه هم اینا هدایت شدن. خب حالا میایم سر موضوع دیگه که الله متعال بر ما و شما میگه که دو کوه هسته، دو کوه بسیار کوچک است، ان الصفا و المروه. شما سعی کنین صفا و مروه در ظاهر بسیار کوچک هستند. کوههای دیگه را شما سعی کنین، کوه سلیمان و کوه بابا و همالیا و یارا که سعی کنین، چقدر اینا از سطح بحر بلند هستند. صفا و مروه را که برین سعی کنین، مثل دو تا تپگک‌های خرد هستند. الله متعال میگه که پشت کوچکی و چیز ظاهر چیز سیل نکنین. ان الصفا، امی صفا و المروه که هستن، من شعائر الله، اینا از شعائر الله هستن. و شعائر جمع شعیره هست، یعنی من معالم الله تعالی التي جعلها للعبادة معلما. الله متعال این نشانه برای عبادت گشتندن. شما در ظاهر یک چیز حقیر فکر میکنین، صفا و مروه را که ظاهرا سیل کنین، دو تا کوهکای خرد هستن، خاکی هستن، یکیش بسیار سنگش عادی هست و تو سنگش چی میگن سنگ ریگی هست، یک تعداد دیگه سنگک شده چیز است. این که سیل کنین بسیار خوب است، لکن یا پیش الله بسیار عزت دارن. همین قسم بسیاری از انسان ها هستن، بسیاری از انال تعظیم شعائر الله یکی از عبادت های قلبی هست. اگر در قلب تو عظمت شعائر الله بود، ما شما گفتیم عبادت ها چند قسم است. یکی از عبادت های قلبی هست. نیت عبادت قلبی هست که بو به اخلاص گفته شده که 100% باید برای عبادت الله باشی. محبت عبادت قلبی هست، خوف عبادت قلبی هست، رجاء عبادت قلبی هست. یکی از عبادت های قلبی تعظیم شعائر الله هم هست، توکل عبادت قلبی هست. متوجه هستین؟ آل و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الله متعال میگه کسایی که تعظیم میکنن شعائر الله را، قلب از اینا چی هست؟ واقعا ای از چی هست؟ فانها تقوای قلبی داره، عبادت قلبی را انجام داده. از این خاطر کسایی که استهزا میکنن به شعائر الله، اینا کافر میشن. بعضی کسا به لنگی استهزا میکنن، بعضی کسا رو ببینی به ریش استهزا و رشخندی میکنن، بعضی کسا رو ببینی به حجاب استهزا و رشخندی میکنن، بعضی کسا رو ببینی به جهاد استهزا و رشخندی میکنن، بعضی کسا به شهید استهزا و رشخندی میکنن. اگر یک نفر میخواد یک کمونیستی که در کمونیسم مردار شده، او رو شهید میگه، این استهزا هست به لفظ شهید. خوب او خودش تمام رو صدا میکرد که من لنین قبول دارم، من قانون لنین قبول دارم، باز که او مردار شد، باز میخیزن عکسایش نصب میکنن که این صاحب فلانی شهید است. نه بابا برادر، شهید کسی است که فی سبیل الله به شهادت رسیده باشه، در جهاد فی سبیل الله. اینال استهزا به کلمات الله، استهزا به این الفاظ، به شعائر الله، این سبب کفر میشه. بعضی کسا به پیغمبر استهزا میگن، سر پیغمبر فکایی میگن، سر صحابه استهزا میکنن، فکایی میگن، سر علمای اسلام، بزرگای اسلام استهزا و توهین میکنن. این درست نیست. از این خاطر میگن اگر کسی در زبانش توهین و تحقیر و استهزا به شاعر الله هست، حتی ملا علی قاری یکی از بزرگهای احناف است، این عالم بزرگوار کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله را این شرح کرده به نام شرح ملا علی قاری، میگن سر فقه اکبر. این میگه اگه 3-4 نفر جوانای در پیش محراب بیان، لنگی ملاها را بپوشن یا مثلا بالشتا را بگیرن یکی دیگه خدا بزنن، میگه به علمای اسلام توهین میکنن، میگه کافر میشه با این حالت خود. حتی توهین به علمای اسلام. بعضی کسا را ببینید توهین میکنن سر قرآن، مسجد میگه مرکز تروریستی هست. او امریکایی که بمبارد میکنه او را میگه بسیار خوب آدم است. عالم اسلام چی میگن؟ تروریست میگن. این حال با اینمی لفظ خود این مرتد و کافر میشه، ولی بیچاره نمیفهمه. الله متعال میگه ان الصفا، یقینا که جبل صفا که است، و المروه و مروه که است، من شعائر الله، از چی هستن؟ اینا از شعائر، علامت یا نشانه های الله هستن.
که پیش الله بسیار قدر و منزلت دارد. فمن پس هر کسی که حج بیت الله شریف کرد او اعتمر یا عمره نمود فلا جناح پس نیست گناهی علیه بالای وی ان یطوف بهما این که طواف بکنه به این دوتا. و من تطوع و هر کسی که به خوشی و رغبت خودی انجام داد خیرا کار خوبی را فان الله پس یقینا که الله متعال شاکر علیم است. اینا علما میگن که من تطوع چی معنی؟ یعنی تطوع کرد به سعی بین صفا و مروه. بعضی علما میگن که سعی بین صفا و مروه واجب نیست، پس این تطوع هست. و بعضی هم میگه که نه، تطوع سعی واجبی را کرد لکن باز نفلی هم کرد. و ثالث و کسی که میگه تطوع به حج عمره کرد بعد از فرایضش. به هر صورت اقوال علما هست که درباره ازی گفته که من و اصل گپ سر ازی هست که اینجا گفته فلا جناح علیهما. میگه بعضی اوقات اتو میشه، شما متوجه باشین، بعضی اوقات اتو میشه که یک شعیره از شعائر اسلامی توسط انسانهای بیدین چی میشه؟ بالای ازی بعضی سمبول های غلط گذاشته میشه. این به این معنا نمیشه که شما باز او رو بخیزین بگوین که والا در کعبه که از خال فعلا مثلا فلانی پادشاه هست، فلانی نفر است، تو رو به پادشاهی پیش تو کعبه مهم است. حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی به کعبه عظمت قرار میداد، به حجر الاسود عظمت قرار میداد، اگرچه در اطراف کعبه چی کردن؟ بت‌ها را گذاشته بودن. پس وقتی که بت‌ها اینجا گذاشته شد مانع از این نمیشه که کعبه جای مقدس است. رسول الله صلی الله علیه و آله امی بت‌ها را از بین برد، کعبه را پس به حالت اصلیش آورد. به می شکل در صفا و مروه که از دو دانه بت‌ها را مانده بودن، یک طرف اصاف مانده بودن، یک بت اصاف نام داشت، دیگهش نائله نام داشت. این دو تا بت‌ها میگن دو تا عاشقا بودن، بازی آمدن پیش خانه کعبه گناه کردن، ای به حجر و سنگ مبدل شد. والله اعلم که صحت از این قول چقدر هست، خب مقصد در بعضی از کتابا هم نوشته کردن. مثل که بعضی مردم که مرد باز عاشق و از او عاشق و معشوق باز از اون مجسمه جور میکنن، باز را سمبل حق و خیر و یعنی زناکار امی لیلا مجنون و شیرین و فرهادی مردمای بیدین و گناهکار بودن، بازی را مردم بیخی بر خود چی جور میکنن؟ بر خود دیگه بیخی سمبل فلانی جور میکنن. اگر یک جوانی که مثلا دیندار باشه الله متعال میگه والا متخذات اخدان، شما باید دوستای سری اصلا نگیرین. هر بچه‌ای که رفیق سری با رفاقت سری با یک دختر داشت و هر دختری که رفاقت سری با یک مرد نامحرم دیگه داشت، این در حقیقت خودش یک شیطان است. این چطور میتونه که باز مثلا سمبل خوبی و گپا شود؟ یعنی الله متعال میگه که الله متعال که است باز آنچه که شما میکنین و شما امر الله را تطبیق میکنین فان الله یقینا که الله شاکرون، الله را سعی کنین با عظمت خود شکرگزار هستی. یعنی در مقابل اعمال نیک شما برای شما پاداشتان چی میکنه؟ پاداش برای شما میته. علیمون بسیار دانا هست. عالم سر بعضی از علمایی که حق میپوشن، بعضی کسا هستن که نام خدا عالم بگیرن، دانسته میگیرن و مردم هم میگن ما بسیار عالم هستیم، مثل علمای یهود. الله متعال میگه که شما سعی کنین که علمای یهود به ذلت گرفتار شدن و شما علمای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال از اینا نکنید. ان الذين یقینا کسانی که یکتمون میپوشانند یا پت و پنهان میکنن ما انزلنا آنچه را که الله متعال میگه ما نازل کردیم، من البینات از آیات و دلایل. علمای یهود چی کردن؟ علمای یهود آیاتشان بودن که صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره میپوشاندن، توحید میپوشاندن. الله متعال میگه این علمای یهود حق میپوشاندن. آل هم بسیاری کسا هست به خاطر منفعت دیگرها بسیاری از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کتمان میکنن، حق کتمان میکنن، راست نمیگن. فلانی شخص خفه نشه، مثلا نصف دینه به خاطر فلانی شخص پت میکنن، نصف دینه به خاطر قماندان پت میکنن، نصف دینه به خاطر اولوش سفیدا پت میکنن، نصف دینه به خاطر حکومت پت میکنن، نصف دینه به خاطر سیاستمدارا پت میکنن. پس کل دین چی شد؟ کل دینه چی کردن؟ کتمان کردن به خاطر منفعت خود. الله متعال برای کسایی میگه که شما قرآن و سنت میفهمین، خوب میفهمین شما علما. ان الذين یقینا کسانی که یکتمون میپوشانند ما آنچه را که انزلنا نازل کردیم ما من البینات از آیات و دلایل روشن
و الهدى و هدایت هایی که فی القرآن و سنت در قرآن و سنت و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و من بعد ما بعد از این که بیناه ما ای را بیان کردیم للناس بر مردم، صحابه ای را میفهمیدن، تابعین میفهمیدن، تبع تابعین میفهمیدن، از این خاطر اونا کتاب ها نوشته کردن، تفاسیر نوشته کردن، قرآن جمع کردن، آیات احادیث رسول الله صلی الله علیه و صحیح بخاری را جمع کردن، صحیح مسلم کردن. شما بعد از اینکه الله را بیان کرد در کتاب هم خطاب برای یهود است، هم خطاب برای مسلمان ها هست. یهودیا حق در کتابشان که بیان شده بود پت میکردن و علمای سوی اسلام که است اینا هم همین قسم میکنن. اولایی که امی کسایی که امی صفت داشته باشه، در هر قوم باشه، در هر طایفه باشه، چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی مسلمان باشه. اون نیست که اگر یهود و نصارا جنایت کردن و جنایتکار هستن، اگر ما کردیم باز ما دیگه در گوندی خیر بشین خوب آدم هستیم. اگر بت پرستی کرد اون میگن بت پرست است. همین در هندوستان که ما رفتیم دیدیم که یک تعداد بت پرست هستن، یک تعداد قبر پرست هستن. اما کارهایی که بت پرستا پیش بت میکنه، قبر پرستا پیش چی میکنه؟ پیش قبر میکنه. باز او بت پرست کافر است، مرتد است، در دوزخ میره و این قبر پرستی که همین کار از او میکنه بازی میگه من مسلمان هستم، دیندار هستم، خوب آدم هستم. نه، هر کسی که چی کرد؟ حق کتمان کرد و مخالف شریعت الله کار کرد، الله متعال جزایش چی میگه؟ میگه اولایی که امی گروه مردمی که کتمان حق میکنن، عالم هم هستن، فهمیده هم هستن، دانشمند هم هستن، اولایی که همی گروه یلعنهم الله، الله اینا را لعنت میکنن. ما معنی لعن چه قسم علما تعریف میکنن؟ تعریف لعن خلاصه شمی است اللعن الطرد من رحمت الله. در تفسیر صابونی شما بخوانید در آیات احکام همون جمعه که اللعن الطرد من رحمت الله. وقتی که یک نفر گفتی که لعنت بالای تو باد، به معنی از تو دیگه از رحمت الله چی هستی؟ ناامید شوی، یعنی ناامید است، یعنی از جنت این محروم است. اولایی که همی گروه یلعنهم الله، اینا را الله لعنت میکنه و یلعنهم اللاعنون، تمام لعنت کننده ها اینا لعنت میکنه. پیغمبرا اینا را لعنت میکنن، ملائکه اینا را لعنت میکنن، مسلمان ها اینا در لعنت کلگی گرفتار هستن. اینال آیا بر از اینا کدام راه توبه است؟ الله متعال میگه بله، توبهشان معلوم است. اینال الا الذين، مگر کسانی که اگر کتمان هم کردن، غلطی هم کردن، لکن وقتی که آیات قرآن خواندن دوباره توبه کردن، رجوع کردن. الله متعال بر ما شما در قرآن سه کس گفت. آدم علیه السلام گفت، ابلیس گفت و همچنان کی را گفت؟ بی حوا را گفت. آل دید که آدم و حوا علیهم السلام وقتی که از پیششان یک لغزش شد، مجردی که فهمید توبه کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. الله متعال توبهشون قبول کرد. اما یک درس دیگه برای جنها هست که او جنها شما هم سعی کنین که ابلیس چی کار کرد. اگر شما میخواین که مثل آدم و حوا عمل بکنین، ای انسان ها، ای جن ها، شما اگر میخواین مثل آدم و حوا، اگر از پیشتون یک اشتباه شد، حق فهمیدین، فوراً به حق رجوع کردین، شما باز مثل آدم و حوا هستین. اگر باز نه که شما باز حق فهمیدین، باز با وجود از این توبه نکردین، باز شما چی هستین؟ مثل ابلیس وارد میشین. الله متعال میگه عالمش یک نفر به این مرض مبتلا باشه، الا الذين تابوا، مگر کسانی که چی کردن؟ توبه کردن. پس دید که ولا ما اشتباه کردیم، حق کتمان کردیم، ان شاء الله بعد از این حق میگم بر مردم، قرآن درس میتونم، حدیث درس میتونم، علاقات درس شروع میکنم، دیگه بد کردم، اشتباه کردم، توبه کردم. اینجا میگه الله متعال تنها توبهش کفایت میکنه؟ میگه نه، وقتی که عالم توبه میکنه باید چی بکنه؟ و اصلحوا، پس دوباره اصلاحات بیاره. یعنی توبه سه قسم است. یکی توبه در حق الله هست، عوام الناس، عام مردم توبه میکنن، یک گناه را کردن توبه میکنن، پس تو باید شرایط و توبه را بفهمی که او گناه را ترک بکنی و قلبا نادم باشی و دوباره به این گناه رجوع نکنی و از عملت بسیار پشیمان باشی و وسایل اونمو گناه را دیگه دور بسازی از خود. اینی توبه در حق است. بعضی از توبه که حق انسان خورده باشه، اما حق انسان که خورده باشه در پالی از این شرایط باید حق از انسان برش بده. اگر پیسهش خورده بره پیسهش برش بده. مثلا رشوت خور اگه توبه کنه تنها بر توبه نمیشه، باید از اون کسی که رشوت گرفته بره برش بگه بیادر این پیسه تو رو ما گرفته بودم پس بگی. خب عالمی که حق کتمان کرده از این قسم است، بر علاوه امی شرایط حق قرآن و سنت باید ادا بکنه. پس بیاره اصلاحات بیاره.
خود اصلاح بکنه و دیگران را هم اصلاح بکنه و برشان بگه که برادر، مثل که یک فالبین بودک، این گفت که ما 24,000 نفر کافر ساختیم. خیز تلویزیون توبه کرد. گفتن چرا در تلویزیون توبه میکنید؟ در دبی توبه کرد. گفت چرا توبه میکنید؟ اجازه گفت من خو کافر شده بودم، مثلا قرآن لغت مانده بودم، من می کسایی که پیش من می آمدن اینا رو تعویض میدادم، جادو میکردم، فال میدیدم، یار کلشان ما کافر ساختیم، سر از اینا اعمال کفری را انجام دادیم. پس ما آمدم بر از اینا به خاطر اصلاحشان در تلویزیون اعلان کرد که ما اشتباه کردیم، ما کافر بودم، ما بیدین بودم، این اثر کلمه میخوانم. هر کسی که پیرو ما بود مطابقت از من میکرد، پس کلمه اثر بخوانم. پس توبه از اونا چی است که اینا پس اثر و کسایی که حق کتمان کردن باید پس برای اصلاح بخیزن، پیش روی کل مردم بگن که او مردم ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما امی گپی که بر شما گفتم نادرست بود، قرآن این قسم نمیگه، سنت این قسم نمیگه. این چی است؟ توبه علمایی که حق پنهان میکنن و بینوا و اصلحوا، اصلاح بکنن و بینوا. این شرط است که باید بیان بکنن حقیقت ها را، بعد از این دیگه شروع بکنن برای مردم حق بیان بکنن. فاولئک، پس اینی گروه مردم، اینی علمایی که حق کتمان کردن، باز اینا اگر این کار کردن که اصلاح کردن، اول توبه کردن، باز اصلاح کردن، باز بیان کردن، فاولئک، پس این گروه مردم هستن که اتوب علیهم، الله میگه من میپذیرم چی را؟ توبه ایشان را. و انا التواب الرحیم، و الله متعال میگه که انا التواب، من بسیار پذیرنده توبه هستم، ولو که هر قدر غلطی کردی باز رجوع کو، الابته دیگه غلطی و گمراهی ره. و در پالوی ازی که تواب الرحیم، الله رحیم است. علما میگن وقتی که دو صفت الله یک جای ذکر میکنن، یعنی الله ذاتی هست که توبه بنده های خدا میبخشد، در حالی که بسیار مهربان است بالایشان. از مهربانی بسیاری از اشتباهات تو میگه خیر است، اشتباهات کردی، لکن حالی که رجوع کردی الله بسیار خوشحال میشه. اما اگر کسایی که باز نکردن، باز الله متعال میگه ان الذين، اما کسانی که ان الذين، یقینا کسانی که کفر و کافر شدن و ماتوا و فوت کردن و هم کفار، در حالی که اینمی قسم کافر بودن، اولئک، این گروه مردم، علیهم بالایشان است لعنت الله، لعنت الله و الملائکه و لعنت ملائکه و الناس و لعنت تمامی اجمعین، تمامی مردم، خالدین فیها، همیشه می باشند در این دوزخ، لا یخفف، تخفیف کرده نمیشه یا کم نمیشه، عنهم، از ایشان، العذاب، و عذاب دوزخ، ولا هم ینظرون، و هم بر از اینا باز مهلت داده نمیشه. یعنی خطر چیز آخرت دیگه است که در دنیا امتحاناتش اگر یک دفعه چانس خوردی، باز میگی برو چانس 2 دارم، چانس 3 دارم، برو باز به سال میخوام تکرار میکنم، نکست ایر دارم، میدارم. اما در آخرت که است الله متعال میگه ولا هم ینظرون، دیگه باز برشان چانس 2 چانس 3 و نکست ایر دیگه پا نیست. وقتی که خطا خورد، خطا میخوره از پیشت. الله متعال توحید الوهیت بیان میکنه. توحید الوهیت چی معنی؟ یعنی یگانگی الله، که عبادت خاص به ذات الله شود و اطاعت خاص به شریعت الله شود، و شرک نفی میکنه. شرک در چی را؟ شرک در عبادت که بغیر از الله به کس دیگه رکوع نکنین، بغیر از الله به کس دیگه سجده نکنین، و اینمی قسم بغیر از شریعت الله قوانین دیگه سوسیالیستی و کمونیستی و امریکایی و اروپایی و فلانی و دموکراسی ها را قبول نکنین. و الهکم، ای انسان های مؤمن، ای کسایی که شما قرآن میخوانین، آل فعلا مصروف خواندن قرآن هستین و در آیات قرآن تدبر میکنین، الله متعال میگه و الهکم، اله شما، اله کسی که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه، این ذاتی که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه، اله واحد، معبود یگانه هست، الله متعال است. توحید چی است؟ الوهیت است. الوهیت دو بخش داره، یکی عبادت است که تمام عبادت ها را فقط برای الله بکنی، یک عبادت هم باید به مخلوق نکنی. رکوع عبادت است، بله، بغیر از الله ما به کس دیگر رکوع نمیکنم. سجده عبادت است، بغیر از الله به کس دیگر سجده نمیکنم. نظر عبادت است، بغیر از الله به کس دیگر نظر نمیکنم. و توحید قسم دوم چی است؟ توحید اطاعت است، حاکمیت است. یعنی الله اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و حاکمیتش، حکومتش تطبیق میشه، اوامرش تطبیق میشه. و الهکم، و معبود شما، اله شما، او ذاتی که ذاتش عبادت میشه و احکام و شریعتش تطبیق میشه. اله واحد است، یک اله است، اله یگانه هست. هر کس الهتان قرار ندید، معبودتان قرار. لا اله، آل نفی میکنه، اول نفی میکنی، باید تمام معبودان باطل چی کنی؟ طواغیت باید چی کنی؟ رد کنی. لا اله، لا خوب چیست؟ مد است. لا
اله نیست هیچ کسی مستحق از که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا هو، بغیر از الله متعال که چی است؟ نامهایش الرحمن که بسیار چی است؟ وسعت رحمت داره، وسعت نعمت داره بالای تمام بنده های خود. الرحیم که باز مهربانیش خاص است برای بنده های مؤمنش. حال الله متعال توحید ربوبیت بیان میکنه قدرت خدا، توحید ربوبیت بیان میکنه. توحید ربوبیت چی است؟ یعنی افراد چی است؟ افراد الله فی افعاله، یگانگی الله در چی است؟ در افعالش، در خلق کردن. الله متعال میگه من خالقتان هستم، بغیر خلقت به دیگران نسبت نتین. روزی دهنده تان من هستم، شفا دهنده تان من هستم. از مخلوق شفا نخواین، شفا از الله بخواین، اولاد از الله بخواین. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، آل برتان دلایل ربوبیت بیان میکنه. ان یقینا که فی خلق السماوات در خلقت آسمان ها و الارض و در خلقت زمین، یعنی اینجا الله متعال میگه که انسان مؤمن واقعی خوب کی هست؟ که عبادت های فکری را انجام بده. عبادت چی را انجام بده؟ عبادات فکری هست. عبادت فکری چی هست؟ که در هر مخلوق الله تفکر کنی، در هر مخلوق الله تفکر بکنی. در آسمان فکر بکنی سبحان الله خالق ازی کی هست؟ این دست مرا سبحان الله، این پنجه ها را که چطور قاط میشن؟ این چه قسم این دست من اگر قاط نمیشد اما دست من تو ماندگی می بود، من چه قسم نان میخوردم؟ این انگشت های من چطور قاط میشن؟ دکترای تم میگه سخت ترین آناتومی دست است. سعی کنین که همین قسم مثلا حال همین بسیاری وقتا همین بعض وسایل از دست گرفتن تو باز میای مثلا از پایان تو یک چیز رو میگیره بالا میکنه، این چطور قاط میشه، این چطور جمع میشه در کل از این. الله متعال میگه دمی هر چیز قدرت الله هست و تو اگر میخوای عبادت فکری بکنی باید در هر مخلوق الله چی کنی؟ فکر بکنی. همین صفت انسانهای مؤمن واقعی در عبادت فکری را بیان میکنه. چی میگه؟ ان یقینا که فی خلق السماوات در خلقت آسمان ها و الارض و در خلقت زمین. شما سعی کنید طبقات زمینه برین پیش یک زمین شناس، برین یک دفعه ببینین پرسانش بکنین، بگو زمین چه قسم خلق شده، آسمان چه قسم خلق شده. تو برای ما درباره همین زمین که میگه بزن و اختلاف اللیل و النهار و این اختلاف شب و روز. شما سعی کنین شب می روز می، اما تو عادی است، تصادفی است. الله عجب است. و النهار و روز و الفلک التي تجری فی البحر. شما سعی کنین کشتی‌های بزرگ که در بحرها حرکت میکنن. سبحان الله، این سعی کنین. این کلش چی است؟ بما ینفع الناس، با آنچه که منفعت میرسانه الناس بر مردم. و ما انزل الله من السماء، و آنچه که الله از آسمان از بالا از بین ابرها بر شما نازل میکنه. از بالا سما چی رو میگن؟ ما یسمو، که هر چیزی که از تو بالاتر است آسمان میگن. این شما سعی کنین از بالای شما وقتی که چی میشه من ما این از آب فاحیا، پس زنده میکند بهی با واسطه الله متعال الارض، زمین را بعد موت یا بعد از مرگش. شما سعی کنید یگان وقت همین زمین ها را یگان جایی که گلش خوب مت ساجقی هست، شما سعی کنید کمی خشک میشه مت توتا میشه، مثل که مرده استخوانایش مت شکسته باشه. زمین هم ببینید الله متعال میگه سر زمین که این باران الله چی میشه دوباره ایره زنده میکنه بعد از مرگش. و بث، و شما سعی کنید که چه قسم الله متعال نشر کرده، گسترش چی است؟ فیها در آن من کل دابه، از هر قسم جنبنده. شما یک دفعه یک فیلم حیوانات بگیرین، یک فیلم نباتات بگیرین، یک فیلم مثلا از دیگه چیزایی که در روی زمین مثلا لغزش میکنن، شما سیل کنین امیاره مار و انواع گشتم ها و یارا سیل کنین. میگه در کل از یا سیل کنین. چی است؟ برای یک انسانی که عبادت فکری میکنن تفکر و تدبر میکنن در مخلوقات الله متعال. سعی کنین کل از درس است برای زنان. درس چی است؟ درس توحید، درس شناسایی الله متعال است. و تصریف ریاح، و تغییر دادن بادها. شما سعی کنین که بادها چه قسم تغییر پیدا میکنه، یک طرف دیگه طرف میره. شما سعی کنین. امریکا میگه که ما را هیچ کس شکست داده نمیتونیم، یک شمالک اترشان میکنن بس شان تکت تک میکنن. حالا میگه شمال ها صاحب آتش برد به کل جنگل های ما، تکت تک شدیم، بگریزین، فرار کنین، چیخ میزنن. این و تصریف ریاح، سعی کنین قدرت الله متعال در امی بادها. و السحاب المسخر بین السماء، و ابرهایی که مسخر شدن در بین آسمان ها و زمین. شما این ابرها را سعی کنین. لآیات، در کل از این آیات چی مانا؟ دلایل
قدرت الله متعال است، دلایل توحید الله متعال است، دلایل وحدانیت و یگانگی الله متعال است، دلایل قدرت الله است، دلایل توحید ربوبیت الله هست که الله خلق کننده و روزی دهنده و شفا دهنده هست. برای کی هست؟ لقوم، برای کسانی که یعقلون، از عقل خود کار میگیرن. از این خاطر در روز آخرت کسایی که باز از عقل خود کار نمیگیره چی میشن؟ باز اینا میگه لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. طرف دوزخ که برده میشه باز میگه اگه ما قرآن گوش میگرفتیم و از عقل خود کار میگرفتیم ما از اصحاب دوزخ نمیبودیم. بدبختی ما این بود که خدا بسیار عالم و دانشمند و بسیار عاقل فکر میکردیم. مسلمان ها رو میگفتیم شما از عقلتان هیچ کار نمیگیرین، مسلمان ها از عقل خود کار نمیگیرن. اینه، لکن خود ما یک ذره هم تعقل نکردیم. لقوم یعقلون. و من الناس، آل الله متعال شرک در توحید عبادت قلبی. گفتیم یکی از عبادات قلبی چی هست؟ محبت است. عبادت های قلبی یکی چی هست؟ محبت است. پس آل رد شرک در محبت الله و بیان توحید قلبی، توحید در محبت. توحید در چی؟ در محبت. آل الله متعال بیان میکنه شرک در محبت رد میکنه و توحید محبت بیان میکنه. چی میگه؟ و من الناس، و بعضی از مردم، من کسانی هستند که یتخذو میگیرن من دون الله، بغیر از الله. سکن من دون الله، هر کسی که بغیر از الله تو معبودت بگیری و عبادات الله را بر از اون نسبت بدی و محبتی که بر الله میکنی بر از او بکنی، او من دون الله، او را تو چی کردی؟ ند گرفتی به الله. و من الناس، و بعض از مردم، من کسانی هستند یتخذو میگیرن من دون الله، بغیر از الله متعال، اندادن، شریکان. یحبونهم، محبت می داشته باشند به امرای امی شریکان، به امرای امی انداد. انداد چرا گفتن؟ به خاطر که زیاد شریکا مرد میگیره. یکی رو ببینه میگه اگر سلفه گرفته دفعه پیش فلانی شخص برو، اگر دل درد شده پیش فلانی شخص برو، اگر مثلا اشتکت مریض شد تار فلانی قبر در گردنت پرتو، اگر مریض شدی برو در بت یعنی تار پرتو. یعنی رنگ و رنگ شریک های بر الله اینا گرفتن. الله متعال از این خاطر انداد گفتن که شریک های زیاد میگیرن. چی دارن؟ یحبونهم، باز به امرای از اتو محبت دارن که حب الله، مثل محبت الله را. یعنی سعی کنیم محبت چند قسم است؟ یکی محبت الله هست، یکی محبت فی الله هست، یکی محبت مع الله هست. محبت الله که است این محبت توحیدی هست که الله را با قلبت دوست داری و با قلبش بر از او عبادت میکنی. با محبت بر الله چی میکنی؟ عبادت میکنی. این محبت الله هست که این محبت باید برای هیچ کس نتی. دوم قسم باز محبت فی الله هست که تو بعضی از مخلوقات به خاطر الله دوست می داشته باشی. ما رسول الله صلی الله علیه و چرا دوست داریم؟ به خاطر که رسول الله هست. یعنی محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرع است بر محبت الله. اصل محبت الله هست. ما پیغمبر را چرا دوست داریم؟ به خاطر الله دوستش داریم. نبیین، صدیقین چرا دوست داریم؟ شهدا را چرا دوست داریم؟ اولیاء صالحین چرا دوست داریم؟ اولیاء الله را چرا دوست داریم؟ علمای اسلام چرا دوست داریم؟ مفسرین اسلام چرا دوست داریم؟ علمای مثلا بزرگوار فقهای اسلام چرا دوست داریم؟ این محبتشان فی الله هست. به خاطر الله اینا را دوست داریم. و محبت مع الله که این شرک است، این کفر است که انسان محبت با مخلوق داشته باشه، عموت محبتی که بر الله می داشته باشه. و قسم چهارم باز محبت طبیعی هست. محبت طبیعی چه قسم است؟ مثل محبت است که انسان مثلا طبیعتاً گرسنه غذا را دوست دارد، طبیعتاً پدر و مادر اولادای خود دوست دارن، طبیعتاً مثلا انسان چیز خوب دوست داره. باز این محبت به عقیده ارتباط نداره. این محبت غریزی میگن. پس محبت الله شد، محبت فی الله شد، محبت مع الله شد که شرک و کفر است، و محبت طبیعی محبت غریزی هست که به عقیده ارتباط نداره. آل الله متعال میگه اینی رد کرد شرک در محبت. آل الله متعال توحید در محبت میگه. چی میگن؟ میگه والذین، و کسانی که آمنو ایمان دارند، ایمان مؤمن حقیقی هستند، اشد حبا لله، بسیار محبت چی می داشته باشن؟ قوی با الله می داشته باشن. با الله محبت هیچ کس را یکسان نمی سازه. از این خاطر سر پیغمبرها سرسختترین امتحانات سر محبوبترین چیزشان میامد. مثلا ابراهیم علیه السلام اولاد خدا بسیار دوست داشت. آل الله متعال این امتحان کرد داری که آیا محبت اولاد با محبت الله. ابراهیم علیه السلام آماده شد که امی فرزند دلبند توتی جگر خدا چی کنه؟ به خاطر محبت الله تقدیم الله بکنه. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان دارن، اشد حب لله، محبت بسیار قوی با الله می داشته باشن.
ولو یرا، خب جزای کسایی که شرک در محبت میکنن یا چطور است؟ میگه ولو یرا، و اگر ببینند الذین، کسانی که ظالم و ظلم کردن، اذ یرون العذاب، باز اینا وقتی که عذاب ببینن، باز ببینن که این بت‌هایشان، این قبرهایشان، این معبودای باطلشان، این طواغیتی که قوانین از اینا را سر خود تطبیق میکنن یا هیچ صلاحیتی در آخرت ندارن، باز میگه یا میبینن که ان القوة، تمامی قوت کس لله خاص است، جمیعا عمومی، و ان الله، و یقینا که الله شدید العذاب، با سخت عذاب گیرنده هستند.